دادگاه شهر ایرکوتسک روسیه اخیرا قرار فرزندخوانی غیبولوی و ماریا عزیزونا سال تولدش 2017 را بیکار کرده و محشر را از اویله بخاشفو گرفته به مادر بیولوژیش شهروند تاجیکستان انارگل غیبولوی و برگردانیدند. انارگل و شوهرش عزیز اسدوف چند سال باش تلاش داشتند که فرزندش را از این اویله بوریاتوف پس گرفته به تاجیکستان برند، ولی میخائیل بوخاشف پدرخوان ماشه میگوید اویله آنها که از بیفرزندی این طفل تاجیک را به فرزندی گرفته بود با این قرار دادگاه راضی نیست و با جلب جامعه تلاش خواهد کرد تا ماشه را به آنها بازپس بدهند. ما از این قرار شکایت میبریم، دعوا میکنیم تا آخر میرویم. دلمان خون میشود از فکر اینکه او در آنجا چه حال دارد. من چگونه به این کودک خیانت کنم؟ من چه پاپوش‌های او را باید به قوطه اخلاط پرتایم یا فراموش کنم؟ نه البته، این کودک در زیر پوست خود همیشه یاد ما را نگاه خواهد داشت. او همگی 2 ماه داشت که ما او را به فرزندی خواندیم. او برای ما یک تاست، گفته است میخائیل بوخاشف. انارگل غیبولوی و ماشه را روز 3 اکتبر سال 2017 در یکی از تولدخانه‌های ایرکوتسک به دنیا آورد و با سبب بیمار بودن و در شفاخانه دیگر تبابت گرفتن او نوزاد را در زویشگاه مانده است و انارگل سند دست کشیدن از حق مادری را نیز امضا نکرده است. تاتیانا پلیتن معاون وزیر رشد اجتماعی ولایت ایرکوتسک نقل کرده است که ماشه یک مدت بعد تولدش در بیمارستان کودکانه ایوانو ماتریونسکایا قرار داشت و ماه دکبر سال 2017 به اویله بوخاشف داده شد. بوخاشف ماه فوریه سال 2018 باعث وصی ماشه دانسته شده برای نگاهبینی او از دولت کمک پولی میگرفتند. ماه اپریل سال 2018 پدر ماشه عزیز اسدوف به دادگاه ایرکوتسک دعوا برد که در سندهای ماشه او را همچون پدر ذکر کنند و فرزندش را برگردانند. تلاش‌های او نتیجه نداد و ماه اکتبر سال 2018 بوخاشف ماشه را رسما به فرزندی خواندند، ولی پدر و مادر بیولوژی ماشه به دعواهای خود ادامه داده و دادگاه نویه لنین شهر ایرکوتسک قرار فرزندخوانی ماشه را بیکار کرد. بوخاشف از این حکم شکایت بردند ولی موفق شدن نتوانستند. در این بین بعد آنکه دعوت‌هایش توسط ادوکات برای برگرداندن ماشه ثمر نآوردند، انارگل غیبولوی و ماه ایول سال 2022 خودش شخصا به ایرکوتسک آمد و از دادگاه خواست که فرزندش را به او برگردانند. دادگاه نیز به این دلیل که قانونگذاری نمیتواند مانع به والدان واقعیش برگرداندن کودک شود، ماشه را به انارگل برگردانیدند. گفته می شود که هنگام به مادرش سپاریدن ماشه احوال او خوب بود و دیدار با مادرش رو نیز این کودک مثبت قبول کرده است. وکالتدار حقوق کودک ولایت ایرکوتسک تاتیانا افاناسیوا میگوید البته این یک حالت فاجعه آمیز است، ولی طبق تمام قانونها کودک حق دارد که والدان خود را بداند و همراه آنها زندگی کند. دولت باشد مواظب است که به کودک برای استفاده از چنین حقش شرایط فراهم بیاورد. انورا غیبولوی و ساکن نویه سینای شهر دوشنبه و شوهرش عزیز اسدوف از جماعت باغستان نویه شهر نو بودند. درباره تقدیر ماشه بعد به مادر خونینش سپاریدن او معلومات دقیقی در دست نیست، ولی میخائیل بوخاشف گفته است که ماشه همراه انارگل الکی در نوسیبیرسک بوده منتظر پرواز به تاجیکستانند.